مسئله آخرم مسئله سومالیه. واقعا خواب رو از چشم آدم میگیره. منظره وقتی آدم میبینه نمیتونه گریه نکنه، وقتی میبینه یه بچه سیاه سومالی اشک داره از چشمش میریزه و با این چشم اشاره میگه من گرسنه‌ام، من تشنه‌ام، من مریضم، من دوا میخوام و چیزی به دادش نمیرسه، میگه میتونه آدم راحت بشینه و بخوابه. حالت خوبه؟ خوبه. چیکار میکنی؟ منم مسواک میکنم. اسم چیه؟ شیرین. شیرین؟ مگه تو پسر نیستی؟ نه، لباس پوشیدم که همه فکر کنم پسر. خب این موقع شب اینجا ببینم چی جمع کردی؟ کاغذ و پلاستیک و موقع. چند وقت این کارو میکنی؟ هم موقعی که پدرم کلی از درد گرفت من این کارو دارم میکنم. مامانم قبلا کار میکرد دیگه، اونم مریض شد نتونست، من مجبور شدم به جای اونا کار کنم. خب شیرین کوچولو اذیت نمیشی؟ اذیت که میشم ولی زندگیه دیگه، کاریش نمیشه. مدرسه هم میری؟ بله، امسال پنجمم رو امید خدا تموم کردم، قبول شدم. دستت خوبه؟ بله. به این وضعیت راضی هستی یا نیستی؟ بابا دل من میخواد ما هم رنگی تلویزیون رنگی داشته باشیم، بالاخره جت سفید کنیم، فرش بندازیم، 2 تا اتاق کنیم، همون کنیم. الان بچم کجا همون میدن بچه ها؟ بیرون. همون عمومی داره اینجا؟ بله. همین نزدیکی ها؟ اون پولو میخواد 500 تومن نفر پولو میخواد. منم برم میخواد بیشتر کنم. آخر من مسئله که این بردیم خدا وکیلی دینم در هفته پیش چرا شما بدونن چند بار شام نخوریم بخوابیم؟ من هیچ وقت با مادرم مذاکره نداشتیم، سرکوب بهش نزده. 2 ساله خورد و خوراکت مادر از کجا میاری شما؟ نه برق نرزه سینه داره. آب نه سرکار، آب نیست آقا، آب نه. تمامی اونها خوش در آب نیست. ای خدا، ای الله، ای این زندگی که من دارم این آقا جان. من خسته شدم، بله زیاد خسته شدم. ای الله، ای کمک به خوشدلی ما بکنی. چی میکنی؟ صافون. خب این کار از کجا میاری؟ قالیشویی. قالیشویی؟ بله. حالت خوبه؟ روزی چقدر میخ صاف میکنی اینجا؟ 1 کیلو. 1 کیلو؟ هر کیلو چند میخرن ازتون؟ 500 تومن میخرن؟ پاک میکنه کراش. چی؟ کراش پاک میکنه 500 تومن. کراش کم میکنن؟ این چی که نداره؟ آها گوجه فرنگی داره. روشنه این؟ ها؟ گاز نداره. چی؟ گاز نداره. گاز نداره؟ ای بابا پس اینم که الکیه ها. اینجا آشپزخونه تونه؟ ببینم آشپزخونه این چیه توش؟ برو ببینم. این گاز خونه تونه، این چیه؟ بکنم خب ظرفتونو کجا میشورین؟
چی؟ بیرون. کجایی بره؟ اونجا. یعنی شیر داره اونجا، شیراب داره؟ خب حمام داریم؟ کجاست؟ اینجا حمامه؟ آه؟ بشین. آب از کجا میاری؟ آب داغ میکنی. آب داغ میکنی میاری اینجا؟ زمستونا چی؟ زمستونا زده؟ گرم که نداره. در نداره چی کار میکنی؟ پتو میزنی. پتو میزنی؟ پنجره هم نداره، پنجرهش هم پتو میزنی. با چی آب میاریم؟ با قابلمه؟ نمیتونه گریه نکنه. وقتی میبینه یه بچه سیاه سومالی اشک داره از چشمش میریزه و با این چشمش داره میگه من گرسنه‌ام، من تشنه‌ام، من مریضم، من دوا میخوام و چیزی به دادش نمیرسه، میتونه آدم راحت